سلام بچه، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو ولاگه، ولی تو این ولاگ کلی کار قرار انجام بدیم. يا جدعان ايه السبايدر مان خرب الدنيا يا جدعان، عرضنا من غير حدود بسبايدر العنكبوت. بیا دیگه، اومدم. بادو موهاشو کوتاه کرده. یا پایین مو کوتاه، بیا پایین. خبرهای خوش میبینی؟ اینا که نمیدونم، بیا پایین دیگه. یه مگسه کس با همون از خونه اومده بیرون، از خونه دنبالمه. بودو. بشه منه. چی؟ بشه منه. تو بچه منی. آی سلام. سلام. نه یه دونه روخ خفن بچه های آقا کسامونه. پسرم اذیت نکن. کجا معلوم پسرم؟ ناراحت شدم. صدا بلبل خونتون داره میاد. میبینم. یه حماقتی کردم. بادون زمینی خوردم. حماقتت همین بود؟ بادون یه زمین. بستنی خوردم. نمیدونستم توش بادون زمینیه. آخه تموم شد. پامپیش چوبشو خورده. تموم شد. چوبشو داشتم لیست میزنم، فهمیدم خوندم داره. یه بریم اونجا بشه. نفسم بالا نمیاد. وایس اون رو بگیر. درست سال همین بایستا. درست سالی. میکروفون نیست، بزن این نزد. چه این کارم رفت؟ سلام. بگو ما داریم زحمت میکشیم. آفرین. چنل جدیدمونه، اولین ویدیوشه. تمام شد. بیا اینجا. محمد بیا این ور. محمد کامرامن. به ما پولم نمیده. این ویدیو 50 که لایک بخوره این گاز میزنم. ذرت 50 که دارن ذرت. تموم نشده. دوباره آقای ادیتور دخول کنه. دخول نه، یه لحظه الان از دخول کن. ای بابا برو آقای چرا تو اصلا چی حالیت نی عوضی مغز من گاهی خب مشتبه ولش کن. مشتبه قطعش کن. اسمش مشتبهه. عجیبه، خیلی عجیبه. یه دونه لایک بخوره میرم باشم. چقدر فقط داری لاک بکن لاک. بله. بریم اون پارکه. نه تو نمیتونی. چرا نمیتونم میرم؟ خب بیا بریم. نه ببخشید. من مثل یه زندانی هم که به پام بستن. پابندی دارم. بچه اگه نمیدونستین من یه جرمی مرتکب شدم و الان تو زندان بودم. این منو برداشت آورد. سند گذاشتم برای. اسم کانال جدید چیه؟ امیر بنا. رفت زیر کویک. اسم چنلمون امیر کرافت چالنج. امیر کرافت چالنج دیگه چی؟ یعنی الان اصلا نگرفتم، برام مهم نبود پریدی. این برداشتم. عذاب من یه زحمت کشیدم مشتبه درستش کنم. ای بابا.
زوم کنم دستم اومد جلو دوربین تیکلی 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 Run. اجازه بدید نه اجازه بدید آخه افتادم. خوب شد به صفحه گذاشتی، دوربیناش خیلی گنده خراب میشد. حالا آلرژیت گرفت. سوختی. ورودی نه خروجی آقا کرد. ورودی هم ببینیم. اکن اینم ورودیش بود. کجا داری میگیری؟ کفش تو چشا رو ببرا. آقای ادیتور ببین از خروجیش میرم از ورودیش. به اینجای پشتک بزن. اینجای پشتک بزن ویو میگیری. کسرا مرد میزنم تامنیل. تامنیل میزنم کسرا مرد. الان شامپو. آی زن تو خیلی خوبه. آی علی زارت رندوم ترین ولاگ وجود نداره. عجیبه. الان مثلا یعنی چی؟ به تو چالش دادن؟ نه آره تو اینترو گفتم بیا من به تو بدم تو به من بدی. همین تو را فکر کردم. خیلی زحمت کشیدی. سلامت باش. چه لحظه چرا این زودتر نمیشه؟ تو گوشش چه خبره؟ آی بچه ها بوست کرد. آقا الان چالنج اون کو چالنج بیا بهت بذار بدم. منظره رو بپرون. حیا کن. کره خر رو رها کن. خودم ساختم اشکری. بریم میکروفونمو بیار. برادر حیا حیا کن. کن. دافولی رو نه چرا کره خر رو رها کن. چقدر؟ تو جیبت چقدر؟ تو جیبم 4000 تومان است. این کارتم فیکه. خالیه. خواهشاً لینک کارتمو میذارم. هر کدوم 2000 تومان بدی میلیونر میشم. خواهش میکنم. فعلا یه دونه حساب داری. همون 2000 تومان. امیر کی رفت کمک؟ اون 2000 تا دیگه داره دیگه. آره اون آره حساب کن 2000 2000 ضرب در 2000 میشه 200 تومن کلی.
واه 200 تومن. کرده بچه های بچه 5 تومن بزنید بریم 2 بشه 10 تومن. حداقل یه کافه ببرم شاید چه شورتش هم میگیریم. بچه ها پای این یه شورت بگیریم بریم شورت بگیریم. شورت گیری خوبا بریم شورت بریم شورت بگیریم. چقدر اینجا یه چالش برات دارم. پدوفیل چلاق. من یه ایده دارم. تو دوربینت اینجا نگه دار. خب اینجا نگه دار. یه جوری بگیر بیا پایین دیگه. نه دیگه از این ور تو این ور بگیر. چرا آدم این ور این ور؟ آها فهمیدم. اوه گرفتم. چی وایسا نمیافتی وایسا. این چیه تو دستم؟ دست مرتضی اذیت چی میگم مرتضی مجتبی اذیت شد. قشنگ بود. برادر فکر میکنه در جی تی ای زندگی میکنه. میشه انقدر رندوم کار نکنی. ای خورد. از پورتال گذشتیم اونا. بیا تو مکه عشقی و من برو اندر برو تو. از این رو ازم بگیر. آقا دوربین خیلی نزدیک میشه. نه یا دیگه نه یا بسه. آقا انجام چیکار بگم انجام بدی؟ چالش چالش بدم. برو اون رو وایسا. نگه خرم. نه همون جمله رو بگو. چی بود؟ یادم نمیاد. اسکل بیادبانه. اسکله. ای بابا چیکار کنی؟ نمیدونم. بیا پلاک ماشینو بگیر. لو برم. بچه‌ها یه کاری میخوام بکنم. چقدر اینجا صاحب داره؟ هیچ یه دونه. اونم نمیدونم کیه. نه واسه کی واقعا؟ نه هر کی کامنت بذار. کی مال صاحب؟ هر کی کامنت بذار. وای لحظه خفه شو وایس. فهمیدم که اسم مانیه یارو. اسمش مانیه. مانی. ببوسش. وایس لحظه. این کیه؟ میخوام چیکار؟ بگو. خب باره کشی کنم. خودت میدی پولشو؟ نه دیگه. خب دیگه. بگو هر کی نخور بگو. بیشترین هر کی بیشترین کامنتو بذاره میبریمش. کیمدی ارزش داره. آره من چیز میدم. میبریم کد کیمدی رونالدینیو 100 میدم. آره هر کی بیشترین کامنتو بذاره. واقعی هم هست. فیک نیست. آخه چقدر نزدیکه. اینو یکم فاصله بده لامس. ببین با بسته میخوام مثل چیز برم آیسان برم. اینو اینجا نگه دار. سلام. یارو دیدی پیرمرد رو دیدی. مشتبه بذارش. مشتبه بذار. نگاه کن به دورون چرا شبیه لاتا شدی. مشتبه آدیداس بذار. آدیداس هم نداریم. زارا شما اینجا این کیه؟
این چیه پشت دیوار؟ سلام. این چیه پشت؟ آقا میخوام کاری کنم. چالنج بهت بدم. از اول ویدیو برو اون وسط اونجا، خب، و بلند داد بزن هیتلر خفنه. بلند ها، صدا تا آمریکا بره، چیا تا آلمان. من اینجا کمین کنم زودتر رم. برو وایسا بگو داد بزن، بگو هیتلر خفنه، داد بزن. بابا بابا بگو زودتر میریم. بابا بلند این چی بود؟ من بگم هیتلر خفنه. چرا اینقدر داد میزنی تو کوچه؟ این چیه تو دستم؟ بچه ها مرمولک. آره نکن، دومشو از دست داده میترس. آره در میاد. چه اسکار تو اون کارتون؟ آره سلام. نکن کرملی. مرده. نه بابا زنده است. همین الان داشت راه میرفت دیدم. چه نگاه میکنه. نکن حیوان آزادی میزنن. این رفت دیدی؟ عجیبه. این الان میرسیم سوراخه. بره بدش کن. گوجو جامپ زد. یه شکم دوتاست. دلفالین داری. ای رفت تو خونهش، ولش کن. از اون برم در میاد. نه ولش کن. رفت خونه دیگه، خود ترسوندی. یه چراغ بزن اطلاع ببینیم. برو بابا ولمون کنم. پیش یک مشتبه همین تو کون. مشتبه رو چرا ازت مشتبه کی هست؟ مشتبه ادیتورم. آره کیه؟ مشتبه است. اگه دل ادیتور داری؟ آره تو کرجه. ببین اونجا ببین عجب چیش. اونجا رو ببین. میگه دروغ نگو. میگه دروغ نبود. نه میگه نگو. تکون نخور بزنم چشت چقدره. چقدر خفن میگیره بچه. جوجالی تو مکه بندازم. نه تو نخور دستشو. شیشه هست. ببین اینم پوشه شیشه است. نگاه کن. خواهد اگه نمیدونستی من این گوشی منه. یه رو به اینجا بشین. نه دارم میگیرم. بیا بشین. بگو. دارم به تو میگم بیا بشین. وقتی دارم بهت میگم بیا بشین بیا بشین. دارم میگم بیا بشین. میگم بیا بشین. عجب نمایی. بگیر توضیح بده گوشیتو بلند ولی بگو. دارم میگم این گوشی منه. این آقا 2 تا گوشی داره. زیر نمیز بذاری. این آقای امیر که 600 تا کانال داره. بیا اینجا بشین. خب امیر مهدی کارز، امیر کرب، کبیر، پرندبای. الان این چرت و پرتم اومده این وسط شد 5 تا. 2 تا گوشی داره. من همین یه دونه رو دارم. با پشت شیشه است ببینید. شیشه است. چقدر شیشه است. بعد این قاب تا حالا کلی درد کشیده. اوه چه جاهایی که نرفته. جایی که ما آرزو داشتیم و اون رفته. آره دیگه. خواهشن دونیت بدنین که من برم گوشی بخرم. دستت نخوره بندازیش پایینمونم دیگه نداشته باشی. ساعت 4. عجیب میگیره. بیا چنل اینستا بزنیم. اینستا برای چی؟ بزنیم دیگه. بیچ خوره. جاهای خیلی خوبی بگیریم. این چیه تو دستم؟ ببینم. یه لحظه
الان کات بزن. میخوای نمای فیلم برداری منو برداری. واسه اینجا میزنم. یکم مونده واسه. ایهی آها ای منم بذار زوم کنم. چه خوشگل کشیدم. آه نه داداش ببین این پشمام خار مادر دوربین. کجا داری میگیری؟ پنجول داره. اینو تقدیم میکنم. تقدیم با این عشق. باد کنکه. ببین نگاه کن. بعد این تایش بند داره. یه دخترک این زیره. اینو گرفته داره میگه بیا تنگ دل من بی. حذفش میکنم. من میخواستم میکروفون بیارم این بشر نمیذاره. از اینجا نشون میدم عکس بگیرم واسه تامنیل. شاید هم تامنیل نباشه. سب کن. چقدر من بد عکسم. چقدر یه موجود. دوستان میخوایم بیا تو ولاگ چی بیارم. هی اینو نگاه کن. پتو بود. بازی صدا اسپیکر میاد ببینیم چیه. این بره آقا این بره. بیا تو نباشی من رو نمیشه فیلم بگیرم. بگونم از فروشگاه پرتاله. بزن بیافتم تا اینجا بگیره. خار مادر دوربینه. اینجا بشین. برای بچه ها چالش بذارم. بذار اگه گفتی این سگ چیه؟ این سگ کیه؟ نمیدونم ولی پروفایلته. نه پروفایلم هست ولی خب کیه چیه؟ مال کیه؟ چاپی ممنتوه. تو کجا می‌بینی؟ چاپی مامانه. مثلا ممنتو باز نیستی. مثلا ممنتو فقط نیستی. فقط دوبله فارسی. ممنتو بیاد اسپانسر شه لطفاً. ما داریم تبلیغات. وایسا همراه اول بیا. چی؟ همراه هیچ کس نیست. تنهایم. هیچ کس همراه نیست. نکنی اینجوری با دل من. علی نمیمونه علی لاله در دوباره نخوابیدم افکار پریشون. نشو اینجوری قاتل من. به کی دل بدم جز دل. اینجا امیکی رفته دیگه. بعد چالنجی بس این بهش میخوره. چی؟ تخت خوشگله مامان. اینا یه سایت خیلی خوشگل دانلود کردم که بیام بده نشون بدم. آره چه زاویه‌ایه. بس کن فرد واسه نمیگیرم. چرا دیگه من گالری این یه ویدیوی جداه. یعنی داخل گوشی من چه خبره دیدی؟ آره چرا دارین دو تا ویدیو رو من مدیر نه یه چالش داریم تو گالری تو نشون نشون. من چیزی هم گالیمو نشون بدم من فیلم بدم. گالری A12 اوضاعش خرابه. هاپو این معروفه دیدی؟ نه ندیدی میمه رو؟ نه زندگیت به تباه. تو مکه عشق چی؟ این شو بچه بعد از این ویدیو سم دیدی خداحافظ دیگه من نمیگیرم. آقای چجوری باید چک بزنم به چجوری چک بزن دیگه اونجوری بازم از دور مشتبه قدش